1، 2، 3. ای کاش سوپ رو با غذاتون ترکیب نکنید. اینطوری نه معلومه صبح رو درست مصرف کردین، نه معلومه غذاتون رو درست مصرف کردین. هیچ کدومو مصرف کردین، هدر دادین، اسراف کردین. داستان نقد دقیقاً داستان همین موضوع. سوپ میشه اشکالات، نه نقد. میشه اشکالات و اون غذا میشه نقد. ما باید اول اشکالات رو پیدا کنیم، پیش نقدی داشته باشیم. چرا یه فیلمی باید نقد بشه؟ اصلا چه دلیلی داره یه بازیگر نقد بشه؟ مثال بزنم توی ایران یکی از متخصص‌ترین ها، یکی از خفن‌ترین ها به نظر من استاد فراستی. کسی که وقتی فیلم رو میبینه همون اول معلومه. میگه همون اول معلومه که این فیلم چیه. میگه از یه پوستر، از یک تبلیغ هم میشه فهمید که این فیلم اصلا داره چی کار میکنه. درسته. دقیقاً درسته. میشه فهمید. چرا؟ چون مثال میزنم یه نفر تصور کنید که 90 دقیقه 120 دقیقه یه بازی مشخصی 2 ساعت 3 ساعت 1 ساعت و نیم زمان داره تا فیلم سینمایی خودش رو معرفی کنه، عرضه کنه، به بیننده نشون بده. وقتی پنجره اول این فیلم یه مدیری شروع میشه که داستان در ابتدای کار، در مقدمه کار داره میلنگه، یعنی این یک آدمیه که یک به اصطلاح مرکبی داره، این مرکبه 2 تا پا نداره. خب این طبیعتا تا آخرش هم این مدل داره میره جلو دیگه. این فرد طبیعتا درست که نمیتونه بره مسابقه بده. درست نمیتونه وارد این مسابقه قوی بشه. همیشه همین جوریه. فکر کنید یه اسب داره 2 تا پا نداره. خب انگار یه طرف نداره، اینجوری داره میره جلو. خب این رفتن جلو باعث نقد درستی میشه. خب پس یه سری اشکالات وجود داره و یه سری نقدها. داستان بر اساس نقده، نه بر اساس اشکالات. یعنی وقتی که یه چیزی میخواین درست بشه باید نقد بشه و پاکیزه بشه و هدف از نقد اینه که به سمت پاکیزه بودن بره. خب یه مثال ساده تر بزنم. داستانی رو تصور کنید که به اصطلاح قرار داستان یک حالت جنایی، حالت خیلی جدی به خودش بگیره. وسط فیلم یهو یه داستان علمی تخیلی وارد میشه. یه نفر میره هوا، همینجور پرواز میکنه به صورت این پروانه‌ای میره بالا. خب یه همچین چیزی واقعا چقدر میتونه داستان رو اصلا نابود کنه. مقدمه خوب، بدنه قوی داره میاد جلو، وسط بدنه یه نفر داره پرواز میکنه میره بالا. یا اصلا نه، وسط فیلم جهانی مثلا جنگ جهانی اول دوم فیلمی ساخته شده فوق‌العاده عالی، وسطش یه نفر مثلا میاد سوسک میشه. خب این مثلا چه مسخره بازیه، چه داستانیه که ساخته شده. میشه بله، شدنیه، چرا نشه. اما واقعا بر اساس مورد نقد میتونه قرار بگیره؟ به نظر من که نه. چرا؟ چون اشکال این موضوع اصلا بر سر اینه که اصلا این موضوع کلا مشکل داره، ریشه‌ای مشکل داره که بخوایم اینو نقد کنیم. پس یه سری اشکالات وجود داره که من مثال میزنم. یه عکسی رو میخوام بزنم، یه عکسی رو میخوام بگیرم. این عکسه من میخوام بهترین عکس خودم رو بگیرم. خب من عکس رو میگیرم، حالا یه سری اشکالات داره. یه نفری که متخصص فیلمبرداری، متخصص عکاسیه، میاد میگه که این نور نداره، این فلان نداره، این کیفیت لازم رو نداره، لنز درست نیست، دوربینی که باهاش گرفتی مثلا جلوش یک تار مویی بوده، همین الان عکسش افتاده و چیزای دیگه. خب پس موضوع اینه. موضوع اصلا سر اینه که ما داستان رو، ما این موضوع رو، ما این اشکال رو میبینیم و میخوایم برطرفش کنیم. کات وقتی میخوایم برطرفش کنیم وارد نقد میشیم. یعنی از ابتدا نمیگیم که این بازیگر اینجوری بازی کرده، اشکال، و باید هر چیزی که میدونیم رو بگیم و نقدش کنیم. نه. یا داستان ایران، داستان فیلم های همین چند دهه اخیر رو نگاه کنید، داستان مشخصه. 4-5 حالت بیشتر نداره. یا حالت این که گل، مواد، یه به اصطلاح شیشه میزنن، یعنی در این حالت بسیار ضعیف، در این حالت بسیار شکننده. یا دارن میرقصن که اینم یکی از روشایی که سینما بتونه باهاش پول در بیاره. سومین حالت اینه که دارن جنگ میکنن، جنگ خانوادگیه، یه نفر کشته شده، یه نفر نمیدونم میخواد طلاق بگیره، یه نفر طلاق گرفته، یه نفر طلاق میخواد بده. همچین حالتی درگیری، طلاق میخواد بگیره، حالا صوتی بود. همین مدل میره جلو
یا اینکه داستان مثلا بر اساس داستان واقعی یهو وسطش خراب میشه، داستان ماجرا نابود میشه، یه اتفاقی میفته و کل سینما در همین حید است. یعنی شما 10 فیلم آخر رو نگاه کنین توی همچین مایه‌هایی، یعنی یا دعوایی وجود داره، یا رقصی وجود داره، یا مواد زده شده. چهارمین حالت بازه، یعنی مسیر بسیار بازیه. داستان مثلا طنز وسطش یه اتفاقی میفته، داستان مثلا اون طنزی که مثلا 20 دقیقه طنز بود آخرش حذف، کات خورد، یه دقیقه باز تلخ، دوباره از مثلا دقیقه 21 شروع تا 40 عالی، دوباره یه کات تلخ. یعنی داستان اصلا معلوم نیست نه تلخه نه شیرینه، هیچی. یعنی مثالش رو بخوام بزنم، صبحانه با ظرافه‌ها. یعنی داستان شروع به اصطلاح با مواد مخدر و با رقص و هر ترکیب قشنگ عالی فوق‌العاده ترکیبی. بعد میرن جلو، یه نفر میمیره، تلخ شد، داستان بسیار تلخ میشه. میرن جلو، خنده، دوباره تلخ، دوباره مواد، دوباره تلخ، دوباره همین. این داستان کلا همینه. بعد یه اشکالی میفته، یه موضوعی پیش میاد، بعد آخرش مرگ. فوق‌العاده است. مثلا از این بهتر واقعا نمیشه. داستانساز واقعا، فیلمساز، کارگردان چه فیتیشی دارن یه همچین چیزی رو میخوام بسازن، ولی داستان همچین موضوعیه. از وارد نقد که بشین، اشکالات رو باید در نظر بگیریم. یعنی همچین فیلم هایی واقعا در حد این نیستن که بخوان نقد بشن. خب و متخصصش باید بیاد نقد کنه. خب چی رو نقد کنه؟ داستان اشکال داره، نه داستان طنزه، نه داستان جناییه، نه داستان چه مشخصه میتونی بین بذاری، مرگ داره، خنده داره، فلان داره، روزمرگی انسان همچین مدلیه. یهو مثلا شیشه میکشه میره میمیره، یهو بیدار میشه، مرگ مغزی میشه. بعد همچین مدلی روزمرگی همه ما. خب پس مشخصه کسی که میخواد بسازه پس باید یه موضوعاتی رو در نظر بگیره، یه اشکالاتی رو در نظر بگیره، بعد اون اشکالات رو بخواد پاکیزش کنه. این میشه نقد واقعی، این میشه نقد درست. خب پس استادای مختلفی مثل استاد فراستی توی ایران متخصص این کار هستن. وقتی دارن نقد میکنن اشکال پیدا شده، اشکال داره درست میشه و گفته میشه. ممکنه اولش هم حالا استاد فراستی دیگه یهو مثلا بزنه که این فیلم آشغاله. این فیلم آشغاله یعنی در حد حالا نقد هم نیست. خب من یه فیلمی رو مثال میزنم مثل صبحانه با ظرافه رو گفتم، مشکل با بازیگر و مشکل با فیلمساز و مشکل با کارگردان اصلا نیست. مشکل بر اینه که فیلمی که ساخته شده چه محتوایی رو به بیننده ارائه میده. ما اولین بار که این فیلم رو دیدیم توی سینما رفتیم و من وسط فیلم بلند شدم رفتم گفتم آقا این چه فیلمیه، چه داستانی داره، چه چیزی رو داره انتقال میده. مشخص نیست. یه داستانیه که بر اساس دیدن بیننده میخواد یک علاقه‌ای رو به بیننده ایجاد کنه. خب ولی این کارگردان، این فیلم یه علاقه‌ای رو داشته باشه خود فیلم که ایجاد کنه، وگرنه با دیدن یه فیلمی، با خندیدن یه فیلمی چی بگم. پس داستان نقد همینه. ما یک چیزی رو نقد کردیم، همین الان متوجه شدن نشدیم. ما داستانی رو نقد کردیم به شیوه درست‌تر، به داستانی خوبتر و خیلی سریع‌تر البته. پس یه سری اشکالات میشه سوپ ما. ما اشکالات رو باید پیدا کنیم. در واقع بی‌احترامی به سوپ نباشه. خب ولی نوبت خداست. ولی داستان همون اشکالات میشه سوپ پیش نقد ما و اون غذا میشه نقد ما و باعث پاکیزه شدن فیلم میشه. یعنی فیلم بعدی خب بهتره که این مدل ساخته بشه که اون نقدها رو نداشته باشه. یعنی کارگردان دوتا کار میکنه، مثال یه فیلم رو داره میسازه، دومین فیلمی که میسازه نباید یه سری اشکالات رو از قبل داشته باشه. مثلا نورپردازی دیگه نباید اون اشکالات اولو داشته باشه، اون بهتر باید بشه. خب اگه تکرار بشه، مثلا همون مدل 20 تا فیلم بازی کرده باشن نورپردازی اشتباه، خب این باعث میشه که اصلا اشکال داره. یعنی اشکال تا رفع نشه آخه نقدی وجود نداره. شما تصور کن 20 تا فیلمو نقد میکنی، هر کدوم مشکل مثلا تصویر برداری داره، مشکل صدا برداری داره، مشکل مثلا نورپردازی داره. خب اشکال باید پیدا بشه. یکی اوکی اولین فیلم میشه نقد کرد، اشکال اینه. دومین فیلم هم باز میشه شده دیگه. اما 20 تا فیلم رو چطور مثلا اشکال بگیم هر 20 تاشو بیایم مثلا بگیم مثلا راجع به نور. اونجا از
این قسمت از داستان فیلمچیز لذت برده باشید. برای نقد 2 حالت وجود داره. 1 اشکال و 2 برطرف کردن اون اشکال و میشه داستان نقد. اشکالات، نقدها و نقدها باعث درست شدن و پاکیزه شدن داستان بشه. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. قلب من هستین. امیدوارم از فیلمچیز لذت برده باشین. از این ویدیو جذاب لذت برده باشین و در آخر اگر دوست داشتید با لایک و سابسکرایب فیلمچیز رو حمایت کنید. یا علی.